نه شما؟ من میخوام دخترم مدرسه ثبت نام کنم. بله خانم؟ من میخوام دخترم ثبت نام کنم. آزمایش پرورش اینجاست. بله. میشه بیام تو بخوام به همون آقا خانمه بگم که میخوام دخترم رو ثبت نام کنم. باشه بفرمایید. من دخترم رو میخوام ثبت نام کنم. اینجاست؟ آره. آخه دخترم 7 ساله است. میخوام حالا کلاس اول میخواد بره. خیلی بزرگ شده. علیکم سلام. شما کارت همایی دارید؟ پاسپورتتون وقت داره؟ نداشته باشه قبولش نمی‌کنی. برگه سرشماری هم که قبول نمیشه امسال. ما پاسپورت داریم وقتش رفته، کارت همایش هم نداریم. باید قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ سرتون رو نمیتونیم ثبت نام کنیم. به جز کارت همایش نمیتونیم دخترتون رو ثبت نام کنیم. وقت ما رو تلف نکنید. برید اگه میخواید کارت همایش بگیرید برید تجریش دفتر کفالت. اگه داد که میتونید ثبت نام کن، اگه نداد که نمیتونید. برید وقت ما تلف نکنید.